رحمان رازقوف حجم‌نگاری معروف در قرقیزستان است. او سالهای طولانی در صحنه طنز است. این دفعه لوحه با نام سه پدر و یا سه پخن برایش مشکل ایجاد کرد. در این صحنه هجوی سه محبوس بحث میکنند که کدام از آنها سزاوار مقام پرزیدنتی است. مرا لامپوچکا میگویند ولی من پروژکتور هستم. بسیاری ها بعد تماشای این صحنه درک کردند که اشاره حجم‌نگاران به نامزد به مقام پرزیدنتی صادر جعفروف است. با این وجود هنرمندان را خدمات مخصوص برای بازپرسی دعوت کرده و آنها را به ترغیبات مقابل متهم نمودند. ما را رهبری خدمات مخصوص دعوت کرده، گفت که ما قانون را ویران کردیم. طبق قانون شوخی کردن و یا استفاده نمودن از کلمه هایی که نامزدان گفتن ممکن نبوده است. چون این حرفا باعث خشم حجم‌نگار شده باشد هم به هر حال او تصمیم گرفت که به حرف خدمات مخصوص گوش بدهد. در خدمات امنیت از شرح این موضوع خودداری نکردند ولی توضیح هم ندادند که در این صحنه برایشان چی پسند نآمده است. به گفته کارشناسی وسایل اخبار عامه بگیم حسینووا، حجم‌نگاران در قرقیزستان منتظم مورد حمله قرار میگیرند. این همه از آن سبب است که در بین سیاستمداران و چهره‌های مشهوری که آنها شوخی میکنند آدمانی دست دراز زیادند و در این حالت خدمات مخفی نیز تصمیم گرفتند که در حمایه یکی از نامزدها غیرتی از حد زیاد نشان دهند. برای ما به این هم زندگی کردن مشکل است. برای علاوه اجازت شوخی کردن را هم نمیدهند. حجو یک وسیله است، توسط آن ما با بی‌عدالتی ها و رویدادهای حیرت انگیز مراسم میکنیم. تنها با شرافت حجو ما میتوانیم نجات یابیم. حالا حجم‌نگاران برنامه‌های هنریشان را در کشور ادامه می‌دهند ولی با وجود آنکه صحنه جنجالی را از برآمدهایشان قیچی کردند، در شهر جلال آباد برایشان اجازت هنرنمایی را ندادند. تشکیل کنندگان محلی گفتند نمی‌خواهند به مشکل گرفتار شوند.